دو چیز حکومت میترسه: پول، فکر. میبینیم ادیان هم از این میترسن. خب پس 3 حالت، اون 99% که میمونن از ملت ایران، در 3 حالت پول میدن. نمبر 1 بر اساس خریت، یعنی خرن، فکر میکنن الان میرن پولو میدن به مسجد میرسه به خدا، اینقدر خرن میرن میدن. این چند هزار سال بوده، چند هزار سال دیگه هم خواهد بود. میرن کنیسا، میرن فلان، یا دیگه خیلی خرن میرن تو امامزاده سولاخش پول میندازن تو، دیگه خیلی خرن دیگه، ولی به هر حال خر بودنشون فرقی نمیکنه. یعنی به امامزاده کلیسا، به امامزاده کنیسا اینا پول بدن. این خرن. این توی جامعه الان، تو جامعه ایران چیز حدود 15% از این 99%. در 15% که میرن امامزاده پول میدن بر اساس خریت ذهنیشون، یا میرن توی کلیسا و کنیسا پول میدن، به موبد زرتشتی پول میدن یا به فلان. این 15%. دقت کن، خیلی مهمه. دسته دوم، دسته یعنی که انتخابی و اختیاری پول میدن. یعنی میگن به این گدا کمک کنیم، یعنی خیریه‌ای پول میدن. به این آدمه کمک کنیم، مثلا مسجدی بسازیم، مثلا یا یه مدرسه‌ای بسازیم مثلا. اینا بین اصولا در هر جامعه‌ای بین 3% تا 5%. خیلی گفتم 5%، 3% خیلی گفتم. ولی به اون، حتی به اون آدمی که رفته تو خیابون یا یه گدا میبینه پولم میده، ما اینو تو این دسته گذاشتیم، یعنی بین 3 تا 5%. 10 تومن بهش میده. اینا اختیاری پول میدن. دسته سوم با کتک پول میدن. یعنی میزنن تو دهنش پول میدن. اسم دسته سوم 2 حالت داره. پس دسته اول یادت باشه 1% که باید انسان کامل پیدا کنن که پول بدن، این دسته صفرمه. دسته یکم دسته هستن که 15% بر اثر خریت پول میدن. دسته دوم دسته‌ای هستن که 3% تا 5% اختیاری پول میدن، کار خیر میخوان بکنن. بقیه مردم در حکومت و در دین با کتک پول میدن که به 2 قسمت دسته سوم تقسیم میشه. نمبر 1 در کشورهای سکولار بهش میگن مالیات، با کتک بهشون پول میدی. یعنی الان توی کشورهای سکولار میاد از تو رخت خواب میکشد بیرون. اگه دخترت فاسد شده باشه میگه به من ربطی نداره. اگه یکی زده باشه تو گوشت هم میگه برو دادگاه. همه جا گذشت هست در کشور سکولار الا مالیات. مالیات میاد از تو رخت خواب، علای زندگی تو وسط 2 تا بچت میکشد بیرون، میکنه تو زندان، پدری ازت در میاره، میگه این پولو باید بدی. هنوز این مالیاته در کشوری مثل ایران هنوز مد نشده که قراره در آینده به این فکر میکنن که در کشور سکولار این کارو بکنن. یعنی 90-80% ملت ایران که قرار نیست پول بدن، حالا قراره با کتک در کشور سکولار پول بدن. اسمشو میذارن مالیات. نمبر 2 تبلیغ دونیشن یا خیریه، یعنی یک جور دیگه هم خر میکنه. حالا من این سند رو میخوام بهتون بگم که میفهمی. ببین در آمریکا، انگلیس، فرانسه، حالا آمریکا رو باید سوا کنیم به دلایلی، چون شما هیچ از قوانین آمریکا نمیدونید و نمیدونید چه اتفاقاتی در آمریکا میفته. مثلا در آمریکا شما مالیات میدی ولی خیلی‌ها مالیات میگیرن. یعنی من مثلا اگه وضع مالیم خوب نباشه، وقتی میرم اداره مالیات پر میکنم، مثلا میگن آقا این $4000 رو ما باید به شما پول بدیم. یعنی علاوه که مالیات نمیدن، یه مالیات هم میگیرن و خیلی چیزهای دیگه، راه حل‌های دیگه‌ای داره. در حالت دوم یک کشور سکولار میاد یا مالیات میگیره یا دونیشن. راز مهم همین حرفا رو دارم تو این جمله است. در کشور سکولار اسمش هست جدایی نهاد دین از نهاد سیاست. اما رازی رو که امروز میخوام برات فاش کنم اینه که در تمام کشورهایی که خودشونو سکولار میدونند، اگر شما قرار باشه $10 میلیون مالیات بدی،
اگر از این 10 میلیون دلار 5 میلیون دلارشو به کلیسایی کمک کرده باشی تو کار خیر، مالیات قبول میکنه ازت. یعنی دقیقاً حکومت و دین لای همن اون پشت تقسیم میکنن. برای اینکه بفهمی، فکر کن که تو یه بار دیگه مرور کنم خیلی کوتاه، برای اینکه خیلی مهمه. ببین 10 میلیون دلار شما قرار مالیات بدی، 5 میلیون دلار دونیشن کردی، کمک کردی، کار خیر کردی. با این نام کار خیر خرید میکنن. اداره مالیات هم این دونیشن شما رو قبول داره، میگه آره این 5 میلیون به راه خداوند متعال داده و قبول میکنه. همین که یک سیاستمدار و حکومتی دونیشنی که تو دادی به کلیسا رو قبول میکنه، یعنی اون پشت با همن. به همین سادگی میفهمی با همن، با همین راز بسیار ساده. و اینکه فقط 1 دقیقه فکر کنی، فکر کن که من 10 میلیون دلار از تو طلب دارم، بعد تو میگی آقا حسینی من 10 میلیون دلار به شما بدم، میگم نه بده به عمت. اون وقت تو راحت میتونی بفهمی که من با عمت رابطه دارم، خبر نداری. چطور امکان داره که تو 10 میلیون دلاری که بعد من بگیرم ازت ببری بدی به عمت و من قبول کنم، مگر من با عمت ریختم رو هم و یک موضوعی رو تو خبر نداری؟ پس باید مراقب عمت باشی. ببین چقدر قشنگ توضیح میدن، یعنی بچه 2 ساله هم میفهمه. پس همین سندی است که کشورهای سکولار فرقشون با کشورهای اسلامی و مسیحی و اینا در این است که اینا پول اون پشت میخورن، اینا این پول جلو میخورن. در کشور دیکتاتوری 1 گروه میخورن پولای تو رو، در کشور سکولار 2 گروه میخورن. در کشور سکولار سیاستمداران و دینداران 2 تا شوهر ننه‌ای هستن که به راحت اون پشت میخورن، به راحتی.